علیکم دوست عزیز بچه ها، انشالله خوب صحتمند باشین. بعضی از دوستا خواهش کردن که وارد برداشت از جست مارکت برای ما آموزش روان کن. دیگه براتون حالا وارد برداشت ویدیوشو میگیرم، روان میکنم و دیگه ای که متاتریدر رو براتون روان کنم. دیگه چه رقم به متاتریدر وصل میکنه ایران براتون در این ویدیو بخیر آموزش میدیم. دیگه برای اولین بار که میخوای وارد کنی، همین گزینه وارد میزنی. نمی گزینه وارد است. دیگه وارد که زدیم این صفحه برای ما باز میشه. خب صفحه که باز شد، قسمت USDT این قسمت انتخاب میکنیم. USDT ها بخش کریپتو نه، همه روش ها رو میزنیم. USDT اولی رو میزنیم. USDT آمد. خیلی بینی اینی بلاکچین هست. این باشه که بردم به نقطه نشان بدم که اینی بلاکچینش هست که باید BIP20 انتخاب شود. یعنی یه مقدار پیسه انتخاب میشه و بعد از مقدار پیسه رو که انتخاب کردیم یعنی گزینه وارد رو میزنیم. خب اول بلاکچین رو انتخاب میکنی BIP20، بعد مقدار پیسه تا، بعد وارد رو میزنی. خب سایگو BIP20 مقدار پیسه فرض کو 100 روپیه میخوای 100 روپیه برات نفر روان کنی یا 100 روپیه بخری 100 وارد که زدی این صفحه برات باز میشه. این صفحه که باز شد این لینک پایین کپی میکنی. خب اینی که کنی کپی میکنه برات. دیگه اینه که زدی برات کپی کرد خلاص. اینمی که کپی شد ایره برای من روان میکنی یا برای هر کس که میخواستی برات پیسه روان کنه برای دو روان میکنی. برش میگی بلاکچینش BIP20 است، اما که میگی او میتونه برای تو پیسه رو وارد کنه. خب این گزینه وارد کردن پیسه ما. دیگه میایم سر برداشت. فرض که دستاب ما داریم پیسه برداشت میزنیم. یه بار یک صفحه باز میشه. باز همچنان همی USDT اولی را میزنیم. USDT را که زدی قسمت همی صفحه براتون باز میشه بچه ها. دیگه باز هم بلاکچین ما را انتخاب میکنیم BIP20. یعنی یک آدرس هم میزنیم. اگر آدرس تان زیاد بود همی صفحه را پایین کش کنه این گزینه که بزنیم. این یکه این که زدی میتونی یک آدرس جدید دیگه پیست کنی. حالا هر آدرس فرض کنم آدرس از اوجه گرفته دادم از اکانت میتونم اینجا پیست کنم. همین یک آدرس هم میزنی، آدرس نفری که برش پیسه رای میکنی. خب دیگه بلاکچین BIP20 باشه، به هر کس که روان میکنه BIP20 باشه. هم مقدار پیسه که میخواستی روان کنی هر چقدر که بود 1000 2000 مقدار هم میزنی. مقدارش که زدی باز ادامه را میزنی. خب یعنی ادامه را میزنیم. ادامه را که زدیم اینجا باز برای ما شما یک کد میاد. اکانت ما صفر هسته فعلا پیسه ما در اکانت نیست. ادامه را که زدی یک کد به ایمیل میآورد. کد ایمیل رو میاری اینجا پیست میکنی، اوکی میکنی، باز ادامه را میزنی، پیسه وارد میشه، برداشت میشه، به نفر میره. یا مرزی دیگه میایم وصل کردنش برای شما میگم. مثلا فرض که در این اکانت ریال ما داریم پیسه ای را میخوایم به متاتریدر وصل کنیم. اول میایم شماره از این ثبت میکنیم. ثبت کو 12 350 789. خب این رو میخوایم به متاتریدر وصل کنیم. بازار هم میبینی که از کجا ما بای داشتیم. از 24 بای داشتیم رفت بالا، آمدیم از 75 سل دادیم، یک یک فایده داد ما یک تقریبا 73 بگم برات 100 پیپک فایده داد ما رو. باز دوباره بازار رفت بالا به خاطر خبر اطلاع بود. خب از گپا میگذاریم میریم سر جست مارکت ما. خب دیگه اینی جمعه سرچ میکنی جست مارکت که من دارم فعلا. جست مارکت که سرچ کردی
3 تا جست مارکت براتون میکشه. خب شما کدام انتخاب میکنی؟ این از این جست گلوبال مارکت انتخاب میکنی. خب جست گلوبال مارکت که انتخاب کردی دیگه این صفحه براتون باز میشه. لایو سیر انتخاب میکنی. برای لایو اگه اکانت اصلی ریال داشته لایو سیر انتخاب میکنیم. اگر نه که دیمو بود هر دیمویی که باشه چیزی که هر اکانتی که بسازی براتون میگه که سرورش چیه. دینی قسمت ورود که هسته در ورود امو این چیزا میزنیم. خب شماره حساب ریال ما رو میزنیم دیگه. در این پایینش پسورد رو میزنیم. وقتی که امو ریال میخوای درست کنی اکانت ریال که درست میکنی میگه پسورد من بزنی. یک پسورد برای تریدینگ تان میزنی. بعد اون پسورد اینجا میزنی. اون پسورد اگه نزنین اکانت ما شما به متاتریدر وصل نمیشه. خب بچه ها دیگه اینی هم از آموزش وارد برداشت و وصل کردن تان با جست مارکت بود دیگه. انشالله در کانال آموزشی میمانم.